یو بچه ها چطورید؟ ما برگشتیم با یه ریاکشن خیلی خوب، جذاب و متفاوت. این دفعه تفاوت ها رو خواهید دانست. این دفعه به ترک نیومدیم ریاکشن بریم، این دفعه اومدیم به سرود ملی یک کشور ریاکشن بریم، ببینیم که همزبونای ما توی کشور تاجیکستان چه سرود ملی دارن. آیا زبانشون فارسیه؟ و چون با اون حالی که روسیه یا خیلی توش دخیل بودن تو تاجیکستان، ازبکستان و کشورهای دیگه، خواستیم ببینیم که فارسیه و چی جوریه. خیلی جالب بود با این همه تاریخ و این همه پارس بودن تاجیک ها. خیلی دوست دارم ببینم سرود پارسی چطوریه. پس وقت رو تلف نکنیم، بریم با همین ویدیو رو ببینیم. سرود ملی تاجیکستان عزیز را با هم خواهیم داشت. اول که یه کوه بزرگه. خب اولین سوالی که برای من پیش میاد اینجا اینه که این کوه چیه دوستان؟ احساس میکنم یه اسم خاصی داره. آره دیگه، اسمش چیه؟ مثلا ما اینجا رشته کوه زاگرس داریم، البرز داریم، دماوند داریم. این اسم این کوه چیه؟ فکر کنم سمبل کشور تاجیکستان باید باشه. بله. اوه ببین، نگاه تو این چیزی هم نگاه کنیم، این کوه اولشه، بعد تاج خورشیده. چه جالب، چه خفن. گندم، پرچمش هم خیلی شبیه پرچم ایرانه. و آره، و اینکه این یه کتابه. این کتابه چیه؟ کتاب باید ببینیم چه کتابی، چون ما نمیدونیم. شاید قرآنه، میتونه قرآن باشه حالا یا هر چی دیگه. آخه تاج با قرآن فکر نمی کنم بسازه، حالا نمیدونم. باز اگر میدونید راجع به این لوگو حتما کامنت کنید که ما هم بدونیم، خیلی جذابه واسمون. لیتس گو. چه ببینی الان انگار روسی هم روش نوشته و انگلیسی نوشته، ولی انگار یه خورده واضح نیست صداش. درسته؟ stop wait. مجبوریم صدا رو زیاد کنیم که متوجه بشیم که چی میگوید. let's go. تو متوجه میشی؟ خیلی سخته. خیلی. شاید کیفیت صداه واضح نیست، ولی من چند تا کلمه رو فقط میتونم بفهمم. وطن، راجع به وطن. به زیر پرچم تو چی؟ صف کشیده ایم. اونجا که انگلیسی داشت مینوشت، بعد چرا الان فینگلیش نوشته؟ بذار دوباره، ببخشید دوستان. زنده باشی ای وطن تاجیکستان ما. اینجا فینگلیشه، اون پایینش انگلیسیه. چقدر باحال. آره. چی گفت؟ استاپ. باحال و چقدر تمیز میخونه. ریتمش خیلی باحاله. آره، خیلی شبیه چیزای ایرانی قدیمه. این سرودای ایرانی. با نوبهاری تو. بله، امنان بهار
بهار رو دوست کلا توی ایران و تاریخ ایران بهار آغاز همه چیز بوده، همه زندگی بوده. با پرچمی تو صف کشیده ایم، صف کشیده هم یتی کرد. گفت تو مادر یگانه ای. وای لعنتی. درسته؟ یگانه ای خیلی خوب بود. بقای تو ببین میگه بقای تو بقای ماه. واقعا اصلا وطن همه چیز مادر ماست دیگه. وطن میگه تو هستی و همه جهان حبیب ماست. چی جهان؟ سرود ملی جالبی دارم. واقعا خیلی باحال بود. سرود ملی خیلی خوبی دارم. واقعا باحال کردم باش. خیلی باحال بود. خیلی خوب بود. آره. ولی اولش که داشت میخوند من فکر کردم داره میگه ایران من ایران من. چون نمیفهمیدیم تو ذهنت تک شده. چون به جز سرود ملی ایران من خب هیچ سرود ملی کشور دیگر رو ندیده بودم. ببین به نظر من خب بذار یه لحظه اینو قطع کنیم. اینم بیاد بچه ها ببیننش کنن. این برو گم شو. نه ناراحت شدی؟ نه نشدی. دیدی خب برو. به نظر من خیلی باحال بود و وایب خیلی خفنی به من داد. و اینکه میدونی یه حس نزدیکی داشتم به این سرود. آره. انگار مثلا مال خودمون ایران بود. میدونی میگم که خیلی احساس نزدیکی میکنیم به شما. وا اینجوری. و خیلی باحال بود. خیلی احساسات تمیزی رو داشت با وطنش در میون میذاشت. حالا سرود ملی که اینا برام ساختن چی بود؟ نه ایران نیست. چیز بود؟ سر زده از افق مرغاوران فروغ دیده باوران. این اصلا یعنی چی؟ بهمن رو که میگن برای ایران نمیگن که. بهمن رو داره میگه برای بهمن خودشون. 22 چسمن 22 بهمن که هست میگن. اصلا راجع به ایران اصلا نمیخونه. بهمن برای ایمان ما پیامت ای امام استقلال پرسپولیس. اصلا من نمیفهمم پیامت ای امام چیه. ببین الان سرود ملی تاجیکستان رو ما داشتیم گوش میدادیم. شما که غریبه نیستید دیگه. شما بالاخره باید از دردای ما متوجه بشید. همش داشت راجع به وطن صحبت میکرد اما اینجا داره همش میگه پیامت ای امام استقلال آزادی ولی جان ما شهیدان. حالا شهیدا رو میتونیم قبول کنیم بهشون احترام بذاریم چون واسه کشورمون رفتن شهید شدن. پیچیده در گوشه زمان فریادتان پاینده. یه جا اسم ایرانو میاره. تازه اونم اولش میگه جمهوری اسلامی ایران. فقط اونم کرده آخرشه دیگه ایران. فقط یه ایران توی این سرود. واقعا غم انگیز نیست؟ خیلی غم انگیزه. من الان سرود ملی شما رو داشتم میدیدم خیلی بهتر از سرود ملی. من البته سرود ملی ما این نیست. من اینو قبول ندارم. من اونو قبول دارم. ای ایران ای خیلی با این اصلا سرود ملیه. سرتون رو درد نیاریم. خیلی سرود ملی باحال دارید. بهش افتخار کنید. ما متاسفانه درگیر یه سری داستانایی هستیم که مال ما نیست و خیلی غم انگیزه این موضوع. امیدوارم که این ویدیو لذت برده باشید. واقعا ما لذت بردیم چون که اسم وطن توی سرود هست نه اسم چیزای دیگه. و اینکه مرسی که ما رو حمایت میکنید. کامنت میذارید. اون کوه هم اسمشو بنویسید و اون نمادر هم برامون کامنت کنید و لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. خیلی دوستتون داریم. تا ویدیو بعد خدا نگهدار.